تونل‌ها و راهروهایی وجود داره که کمتر کسی جرأت میکنه واردشون بشه. میلیون‌ها استخوان و جمجمه روی هم انباشته شدن و دیوارها و سقف‌های این مکان رو پوشوندن. سکوت عجیبی بر اینجا حاکمه. در زیر خیابان‌های زیبای شهر پاریس صدها ساله که این تونل‌ها دفنگاه‌های مخفی بودن. مردم محلی گزارش دادن که وقتی وارد این مکان میشید احساس میکنید هزاران چشم به دنبال شمان و با هر قدم که برمی‌دارید گذشته تاریکی این مکان رو با خودتون حمل میکنید. محققان و توریست‌ها صدای نجواهای عجیب، سایه‌های مرموز و حس این که سایه نامرئی به دنبال رو گزارش دادن. کاتاکومب‌های پاریس جایی که مرز بین زندگی و مرگ به سمت تاریکی میره و کم کم محو میشه.